داملای شیرین سخن، من دعا میکردم که خداوند به من همین خیل شوهری مهربانی خدا ترس نصیب گرداند. من یک دختری فقیر هستم، از بس که خداوند به من حسن زیبا عطا نکرده است، خوش دامنم به من گپ‌های قبیح میزند. ما شکر الله میکنیم که ما مسلمان هستیم. داملا، ما طول 3 سال شده است که زندگی میکنم، تا حال بین ما یگان نافهمی نشده است. مرا خوش دامنم سنگ میزند که تو پسری ما را جادو کردی. داملای شیرین سخن، من وقتی که سوره فاتحه میخواندم، در این سوره من میخواندم که خداوند میگو فقط مرا بپرستید و فقط از من کمک طلب کنید. خوشدامن مرا کلین مالدار میفارد. من به شوهرم میگویم که مادرت را از پشت من نرنجان، چخیلی که گفتن به هیچ زیر پای مادران است. داملای شیرین سخن، من یعنی بیوه دارم، ما را طول 3 سال شد که بسیار آزار میدهد. من از خاطر خداوند و از خاطر شوهرم در مدت 3 سال شد که من صبر پیشه کردم. داملا، خداوند در قرآن گفته از خدا همراه صابران است. در آخر داملا، پدر و مادرم و فرزندهایم، ینگم 1.5 سال است که عبادت خدا میکنند، در حقشان دعا کنید. داملای شیرین سخن، در آخر دشمنان شما را خوار و ذلیل گرداند و خداوند شما را نگه دارد. سوال هایی که امروز مورد ناراضگی از خوشدامن ها و خسرها و از ینه ها و از اینها می شود اینجا داری چند سوال بود. من همشه گویم که همون سوال دهنده خودشان می دانند. همه اونها را یک طرف گذاشتم، گفتم همینش برای همش بسنده است. اصلا حضرت سعدی می گفت اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. برادر عزیز، حبیب خدا گفتن تنکح المرء لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، فاظفر بذات الدین تریبت یداک. حبیب خدا گفتن، جوانهای عزیز گفتن، جوانهایی که زنخواه هستید، زنها را برای مالداریشان میگیرند، برای جمالداریشان میگیرند، برای پولداریشان میگیرند و برای دینداریشان میگیرند. لیکن حبیب خدا گفتن شما جوانای عزیز زن دیندار را گیرین، در زندگیتان برکات میابین. یعنی همه وقت انسان باید، اگر ما وقت نیت زنگیری کردیم، اگر در حسن و جمالی هم داشته با حسن و جمالش هم نگاه کردیم، مالداریش هم که اگر نگاه کردیم، لیکن در مسئله دینداری او با دقت باشه. زیرا اگر حسن داشته باشد، مالدار باشد، دختری منصبدار باشد یا خودش منصب داشته باشد، لیکن وقتی که اگر حکومت خداوندی در درون او نباشد، بسیار برای تو شاید روزهای سخت تو را تهدید کند. زیرا یگانه چیزی که برادر عزیز مردها را مورد احترام در پیش زنها قرار داد، این خدا ترسی خود زن است. زن از خدا ترسد، مردک راحت دارد. اگر زن از خدا نترسید، یقین دارد که مردک در نزد او یگان ذره قدری ندارد، مورد احترام قرار نمیگیرد، پرواش هم ندارد. برای همین حضرت سعدی گفتند اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. اگر زنک پارسا باشد، زنی خدا ترس و خداگو باشد، یا خوش سخن باشد، دیگر تو چهره و نظر نکن. گفت او خوب است چهرش، ناخوب است پروای چهرش نکن. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب.
ببینید زنی خوشمنش خواه، زنی خوش اخلاق، زنی خدا ترس، ببین زنی نیک اخلاق طلب کن، نه روی خوب جستجو نکن که آمیزگاری بپوشد عیوب. او خدمت‌های او، لبیگویی‌های او، آب طهارت میدادگی او لباس شستن او، خوراکپزی او، اون حسن و جمال ناخوبی او را همشا میپوشاند. اگر هزار حسن داشته باشد لیکن در اطاعت تو نباشد، من باوری کامل دارم برادر عزیز، ما هم از جمله مردم هستیم، روی حسن جمالی او ترا ماندت میکند، دیگر تو گویم از حسن جمالی او بیزار میشوی. و پدر و مادرهایی که چگونه که میگوید خوشدامن من کلین مالدار میخواهد، محله شو با که ندارد، دیگری فرزند مثال یک کلین مالدار دی چی با که دارد، اینش یک فقیر دادی، یک بیچاره دادی. و حبیب خدا میگفت انا و کافل الیتیم فی الجنه و هکذا و ضم اصابعه. حبیب خدا میگوید که من و آن کسی که رحم بر یتیم ها دارد، بر فقیر ها دارد، روز قیامت انا همین دو انگشت من دیدین، انا همچنان ما همراه او پیشادون کال در جنتیم. کسی در دنیا غم فقیر میخورد، غم یتیم میخورد، غم بیکس میخورد و او را از فرزندای خودش دیده بالاتر عزت میکند، حبیب خدا با او بشارت جنت داده. مایلش امروز اگر چنده که در مردم ما و شما آدم فقیر و بی پول و بی صاحب قدر ندارد، قیمت ندارد، قدر ندارد، قیمت ندارد. حتی در خانمون اگر یک صدقه نانخوری هم که کنیم به یاد ما نمید، خبرش هم نمیکنیم، در راست سلامش نمیتیم، لیکن این معنی را ندارد که اسلام ما همین میخواد. نه، اسلام پشتیبانی از فقیرها و نادارها را میکند. الفقراء يدخلون الجنة، حبیب خدا میگفت فقیرها جنت در داخل میشوند پیش از مالدارها با 500 سال پیش. فقیرها را ما باید دوست داریم، فقیرها را هم حرمت کنیم. به حضرت بود دائم حب درویش. حضرت مولوی میگفت تو میدانی که پیغمبر فقیرها را دوست میداشت، ولی بینه در اطراف پیغمبر خدا اینقدر صحابه که بود 99 فایزش کم بغل ها بودن. به حضرت بود دائم حب درویش، تو چون اقرب زنی درویش را نیش، تو مثل کجدون واری فقیرها را نیش میزنی. میدانی پیغمبر در جای نیش و اونها آغوش میکرد، اونها را محبت میکرد، اونها را در آغوش خودش میگرفت. برای همین برادر عزیز ما باید در خانه خوشدامن و خسور گفتگی باید جمله نداشته باشیم، یعنی کلمه نداشته باشیم، اون پدر و مادر باشد. چگونه که غم فرزند خودش میخورد، اون کلین هم در خانه فرزندی او است. اگر دختری تو را در دیگر خانه هم کنند حالا چی میشود؟ و از دختری خودت خلاصه برات، دختری خودت گویند که تو یک آدم بی‌صاحبی، تو حسن نداری، تو زیب خانه من نداری، تو بچه من ارزنده نیستی، بچه من را جادو کردی. و باور که تو خدا داناست تو چی خیلی خودت در او حالت اسم میکنی. انا همین حالت که بالا با ما پدری او هم انا همین احساس میکنه. و دل ایماندار بیستی، ایماندار آدم آن کسی است که برای خودش آن چیزی را که دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش همون را دوست دارد. خسرای محترم، خوشدامنای محترم، احترام کنه، به قدرشان رسه. و یک سال دوادو کردی، بردی، چیز دادی، دیدی اینقدر خوش آمد گفتی، اکنون امروز بدرو شد.
از اول این کار باید تو اندیشه میکرد. حضرت سعدی میگفت نه منعیمی به مال از کسی بهتر است. این برای همین خوشنامه است. اگر مالدار تو از بیمال افضل بدانی، اگر مالدار از بیمال تو بالاتر و با قدرتر دانی، تو سخن سعدی را گوش کن. سعدی میگوید نه منعیمی به مال از کسی بهتر است. خر ارجیل اطلس بپوشد خر است. منعیمی به مال از کسی بهتر نیست. هر کی را جامه پاک است و سیرت پلید، در دوزخش را نباید کلید. هر کسی جامه پاک دارد، صورت زیبا دارد، سیرت ندارد، اخلاق ندارد، رفتار ندارد، احترام نسبت شوهر و نسبت خسر و نسبت داماد ندارد، در دوزخش را نباید کلید. او در دوزخش کلید ندارد، مقصد درهای دوزخ بالاش کشاده است. برای همین شما برادر عزیز کدامید که کلین دارید، کلیناتون حرمت کنین، مثل فرزنداتون نوازش کنین، سختگیری نکنین. در اکثر خانواده ها این حال امروز اکنون ما باور کنین آنقدر تجربه من بای شده است که الحمدلله حال ما بوق پیرم نشده موقع. آنقدر تجربه من بای شده است از حساب همین معامله به مردم که در اکثر خانه ها برای کلین ها از خوشتامند دیده ینه ها گنده هم. همین ینه ها همش ده دارد و آدم های خوبش هم زیادن، اکنون ما اینجا استثناء بکنیم. اکثریت اونها کلین روی نادیدن نمیخواهند. همین رنگ وظیفه دارن. خیلی که در عسکری میرفتیم بعد همون دیدا بودن که آخی بچه های خدمت کردگی دوره شوروی را میدانم، همون وظیفه دیدا همین بود که باید همین سلگا را سلگا میگفتن، همین سلگا را باید غم بتن. وظیفه شون همین بود که این میراثی بود. اونا غم میتن قریب 6 ماه بعضیش 1 سال عذاب میتن. بعد اگه تو از عذاب خارج شدی با نو میامد